دوباره یسبب درست شد؟ یسبب از چپ بینیم راست. چپ فعل مجهول نایب فاعل هو فعل فاعلش اسم ظاهر فعل فاعل ببینید معلوم یا مجهول. النزاع بین فعات مختلف یسبب الفشل. آقا فشل نقشش چیه؟ مفعول داره معلوم یا مجهوله؟ معلومه. تمام جمله‌ای که مفعول داره معلومه. خب اگر دو مفعولی بود چی آقا؟ تو قرآن دنبال این جانگولک بازی‌ها نباشیم. بله دو مفعولی بود قبوله. و همه جهل رزق اهدا عطا علمه و ازاق البسه و اغرزه حسبه و وعده و سما. بله. اگه اینا بود حالا یه فکری راجبش میکنیم اگه یه مفعول دیدیم. ولی حالت نرمال جملات چه فارسی چه عربی وقتی مفعول وجود داره معلومه یا مجهوله؟ معلومه. چجوری فهمیدی مفعول همون اول سری؟ چون نزاع یسبب گفتیم چون قبلش گفتیم کی یسبب نزاع پس فشل چیه؟ مفعول. تمام. پس مجهول هم نیست. مجهول نیست یک رفت. یه تضاد هم اینجا داره مجهول لازم. مجهول خودش با لازم در تضاده. عالی. مجهول خودش با لازم در تضاده. یک رفت. درست شد؟ بین دو فاعلش اسم ظاهرم نیست. فاعل فشل فعل مع فاعله. یعنی فاعل یا مستتر. گفت فاطمه بارها هم اینجا گفتیم صحبتش هم کردیم بهتونم باز داریم میگیم فعل و فاعله یا فعل مع فاعله یعنی چی؟ فاعلش یا مستتر یا بارز. یا مستتر یا بارز. مرسی. جواب الان مستتر درسته. بله گزینه یک پس اسم ظاهره میره. حالا بین این دو تا تضاد پیدا می‌کنیم. خبر لکن نه خبر مرفوع محل نه خبر مرفوع محل حالا از سمت راست تضاد پیدا می‌کنیم. لازم یا متعدی. دیدیم مفعول چون وجود داره متعدیه. بله لازم میره میشه گزینه 4. یه لحظه میزنین قبلی. بله. خبر خالی با خبر لاکنه فرق داره؟ 100% میتونیم خیلی راحت بگیم آقا این خیلی راحت از اون هم میتونستیم حلش بکنیم. بگیم خبر و مرفوع محلن با خبر لاکنه و مرفوع محلن تضاده. چون خبر لاکنه است. عالی گفت فاطمه. بعد یه خود دیگه میام عقب‌تر بچه‌ها ببینن. خبر با خبر لاکنه فرق میکنه. این چون خبر لاکنه است درست شد؟ بله. خیلی راحت رو هوا میشه گزینه چند؟ گزینه 4. تموم شد رفت. یعنی غیر از این تضاد اینجا هم وجود داره.